من مریم هستم، 23 ساله، دانشجوی رشته فیزیک. از سال 86 پزشکا تشخیص دادن که من مبتلا به بیماری MS هستم و از اون موقع تحت درمان بودم و تقریبا تمام روش‌های ممکن رو امتحان کردیم ولی به هیچ نتیجه‌ای نرسیدیم. تقریبا 1 سال پیش بود که با روش درمانی جدیدی به اسم فرادرمانی آشنا شدم و الان 5 ماهه که دارو مصرف نمی‌کنم و بهبودی کامل پیدا کردم. مریم تنها بیماری نیست که سلامتیش را با فرادرمانی بازیافته. روزانه ده‌ها بیمار در تهران و دیگر شهرهای ایران با شیوه نوین فرادرمانی بهبود می‌یابند. یکی از دوستان من کلیه‌اش رو به تحلیل میرفت و قرار بود که اصلا این تحلیل بره و جاش یک کلیه دیگه‌ای بذارن، ولی با فرادرمانی که شروع شده هم متوقف شده و رو به بهبودی هم پیدا کرده. بعد عکسی که گرفته بودن دکتر گفته که عروق لنفید باز شده و این کاملا بهش کمک کرده. فرادرمانی شیوه‌ای از درمان‌های مکمل است که محمد علی طاهری بنیانگذار آن بوده. محمد علی طاهری متولد سال 1335 بیشتر از 3 دهه است که برای درمان بیماری‌های مختلف جسمی، روانی و ذهنی از شیوه خاص خود استفاده می‌کند. او بنیانگذار شیوه‌ای بوده که به نام عرفان حلقه یا عرفان کیهانی شهرت یافته. همچنین در این سالها شاگردان بسیاری تربیت کرده که در میان آنها تعداد زیادی از پزشکان و متخصصان حوزه‌های مختلف علمی و پژوهشی حضور دارند. نتیجه فعالیت‌های محمد علی طاهری و اطرافیانش تا امروز به مراکز مختلف علمی و پژوهشی در ایران و سایر کشورها ارائه شده و نتایج خوبی برایشان به همراه داشته. از جمله دکترای افتخاری از دانشگاه طب سنتی ارمنستان، 2 دکترای افتخاری از آکادمی اکوانرژی جمهوری آذربایجان، نشان آفیسر از کاخ سلطنتی پایتخت اروپا، مدال طلای اداره ثبت اختراعات و نوآوری‌های پژوهشی فدراسیون روسیه در نمایشگاه بین‌المللی اینووا در بروکسل، مدال طلای وزارت آموزش و تحقیقات رومانی در نمایشگاه بین‌المللی اینووا در بروکسل، مدال طلای نمایشگاه بین‌المللی اینووا در بروکسل، 3 مدرک تاییدیه رسمی انجمن بین‌المللی پزشکی روسیه در مسکو و 2 مدال طلا کاپ ادیسون و کاپ انجمن نوآوران آسیا در مسابقات بین‌المللی مخترعین و مبتکرین نابغه در کشور کره جنوبی. با این همه بازتاب یافته‌ها و تلاش‌های طاهری در نهادهای امنیتی و حکومتی ایران نسبت به مراکز علمی جهان متفاوت بوده. محمد علی طاهری و شاگردانش نه تنها از ادامه فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی خود منع شده‌اند و اجازه حضور در همایش‌ها و سمینارهای داخلی و بین‌المللی کشور ایران را ندارند، بلکه با تخریب گسترده شخصیتی و تهدید جانی مواجه هستند. ترور شخصیتی هدفمند از سوی رسانه‌های حکومتی ایران برای جلوگیری از گسترش دامنه فعالیت‌های این جمع. ته عرفان کیهانی هم در اومد. تازه ترین خبره از این فرقه این که پرونده میمتا رئیس فرقه موسوم به عرفان کیهانی به همت مامورای اطلاعات سپاه تکمیل و با تلاش دستگاه قضا به دادگاه ارسال شد. محمد علی طاهری از روز 14 اردیبهشت 1390 تا امروز در زندان است. در سلول انفرادی اطلاعات سپاه. گفته‌های وکیل شخصی او نشان دهنده وخامت حال و شرایط جسمی اوست. وکیل ادعا می‌کند موکلش بارها تا حد مرگ زیر شکنجه و فشار جسمی و روحی شدید قرار گرفته است. از این گذشته شاگردان و نزدیکان طاهری نیز تحت فشار شدید هستند. تاکنون بیش از 30 نفر از شاگردان او بازداشت شده و زیر فشار و شکنجه در زندان تن به اعتراف دروغ دادند. عرفان کیهانی موجب انحراف عده‌ای یکی از این فرقه‌های انحرافی عرفان کیهانی است. بحث درمانگری هم از جانب هیچ ارگانی تایید نشده. حتی از خود طاهری نیز فیلمی در تلویزیون دولتی ایران پخش شده که خود را مجرم نامیده و فعالیت‌های علمی و معنوی خود را انکار کرده است. بنده دارای مدرک فارغ التحصیلی چه در زمینه مهندسی و چه در زمینه دکترا از داخل و خارج از کشور نیستم.
در حالی که مدتی پیش از بازداشت اعلام کرده بود که هر گونه اعتراف به دروغ بودن و ناکارآمد بودن صحبت‌ها و یافته‌هایش که در زندان انجام شود زیر فشار شکنجه خواهد بود و غیر قابل استناد است. اعلام می‌کنم پخش هر گونه اعترافی از این جانب علیه عرفان کیهانی فاقد اعتبار است. جلسات دادگاه محمد علی طاهری به صورت غیرعلنی برگزار شده و حتی وکیل نیز اجازه دفاع از موکل خود را نداشته است. امروز محمد علی طاهری و شاگردانش هیچ امکانی برای دفاع از خود ندارند. خفقان موجود در ایران اجازه بلند شدن صدایی هرچند آهسته را نیز از آنها گرفته. در این شرایط جان این نابغه و پژوهشگر ایرانی و ده‌ها نفر از شاگردانش در خطر است. افرادی که تعدادشان از مرز 4 میلیون نفر گذشته و میلیون‌ها بیمار را بدون دارو، بدون کمترین عوارض جانبی و بی هیچ هزینه مالی درمان کردند. سوال اساسی اینجاست که چه کسانی و به چه دلیلی در مقابل فرادرمانی و زندگی محمد علی طاهری ایستادند؟